بریم با همدیگه یه لول کباب درست کنیم. لول کباب بابا فرقی نداره که خوشمزه است. بریم. پودر سیر، زردچوبه، زنجبیل، فلفل سیاه، نمک، گیشنیز و جعفری هم فراموش نشه. بریم برای لول کردن کبابمون. تخته رو یه ذره خیس میکنیم، به این صورتی که میبینید کبابا رو لول میکنیم. یکی دیگه هم درست کنیم که ببینید قلقش چجوریه. دیگه اینجاش توضیح نداره دیگه. تابه رو میذاریم، روغن میریزیم و کباب رو میذاریم تا تفت بخوره دیگه. فقط حواستون باشه بالا سرش باشید، چند دقیقه بعد برشون گردونید. یه سس هم برای روی کبابمون درست کنیم. چند قاشق رب رو میذاریم قشنگ تفت بخوره تا خامیش گرفته شه. یکم روغن اضافه میکنیم، آب و زعفران دم کرده. این هم نتیجه نهایی لول کبابای خوشمزه‌مون. جای همگی خالی، حتما درستش کنید. من علی سینا اکبری هستم، مرسی که همراه هم بودید.